سلام آقا، چطوره؟ توی این ویدیو میخوام بهتون این سازه که اول ویدیو نشون دادم بهتون یاد بدم. اول از همه 3 تا برف روی زمین میذاریم و چپ و راستش آرمور استند میذاریم و بعدش با پیستون اینها رو توی یک بلاک قرار میدیم. بعدش طبق ویدیو باید بالای این آرمور استند هم یه دونه بلاک بذاریم که مثل این ویدیو باید با پیستون این کار رو انجام بدید. بعدش یه بنر دلخواه مثل من درست بکنید و به عنوان صفحه انتخاب بکنید و دو طرف این سازه در آبی بذارید و بر روی این یه دونه اسلپ. بعدش باید در دو طرف این سازه ترپدور آبی قرار بدیم و حالا باید در وسط دستگاه یه دونه از این فریمو بذاریم و داخلش یه دونه شیلد مشکی بذاریم. حالا باید ساین بذاریم و توش هر چیزی که دوست داریم بنویسیم. اگه دوست داشتید برای زیبایی اینو رنگ کنید تا زیبا به نظر بیاد. تا ویدیوهای بعدی، فعلا خداحافظ.